شب اول. در روزگاری نه چندان نزدیک در شرق جهان دو برادر از نسل پادشاهان بر تخت نشسته بودند. برادر بزرگتر شاه شهریار فرمانروای سرزمین‌های پهناور هند و چین بود. پادشاهی سختگیر اما دادگر. برادر کوچکتر شاه زمان پادشاه شهر سمرقند بود. جوانتر، آرامتر و سربلند میان مردمش. این دو برادر با احترام و پیوندی صمیمی سالها کنار هم زیسته بودند. تا اینکه روزی شاه شهریار دلش خواست برادرش را ببیند و از احوال او باخبر شود. با فرستاده‌ای مخصوص نامه‌ای مهر شده برای شاه زمان فرستاد و او را به دیدارش دعوت کرد. شاه زمان با شوق دیدن برادر فرمان داد مرکب‌ها آماده شوند. گنجینه‌ها را قفل کردند، امیران را فرا خواند و برای روزهای آینده حکومت را به دست کاردانترین وزیرش سپرد. همسرش را نیز خبر کرد و وداعی کوتاه با او داشت. سپس نیمه شب زمانی که کارها تمام شد به اتاقش رفت تا پیش از حرکت اندکی بیاساید. اما درست وقتی سوار بر اسب شد و کاروان حرکت کرد، ناگهان یادش افتاد صندوقچه‌ای کوچک که در آن انگشتری گرانبها و یادگار خانوادگی بود در اتاقش مانده است. به فرمانده همراهان گفت: شما جلو بروید، من لحظه‌ای برمیگردم. در سکوت پیش از سحر به قصر برگشت. نمیخواست کسی بیدار شود، بنابراین بی صدا از راهروها گذشت. وقتی به اتاق خوابش رسید چراغ روشن بود. گمان کرد شاید همسرش خوابش نبرده. اما هنگامی که در را کمی باز کرد صحنه‌ای دید که خون در رگ‌هایش یخ زد. همسرش، همان زن ظریف و نجیبی که سالها به او اعتماد داشت، در آغوش غلامی از خدمتکاران قصر بود. خنده و نجواهای عاشقانه‌شان اتاق را پر کرده بود. انگار هیچ دغدغه‌ای در جهان نداشتند. شاه زمان چند لحظه مات ماند. نه از خیانت، بلکه از بی‌پروایی آن دو، آن هم در کاخ پادشاه. خشم و اندوه چون طوفانی در او پیچید. با شمشیرش غلام را کشت و همسرش را نیز طبق حکم شریعت سلطنت مجازات کرد. اما دل زخمی او با هیچ انتقامی آرام نگرفت. صبحگاه بی آنکه ماجرا را برای کسی بازگو کند سوار بر اسب شد و به دنبال کاروانش رفت. در طول راه نه با کسی سخن گفت و نه چیزی خورد. غم مانند باری سنگین بر سینه‌اش افتاده بود. وقتی به قصر برادر رسید شهریار با فروتنی به استقبالش آمد. او را در آغوش گرفت و با مهربانی پرسید: ای برادر، چرا رنگت پریده و لاغر شده ای؟ در این چند روز چه بر تو گذشته؟ شاه زمان لبخندی ساختگی زد و گفت که خسته سفر است. اما شهریار می دانست این غم راه نیست. روزها گذشت. شهریار برای برادرش مهمانی‌های با شکوه ترتیب داد. شکار رفتند، بازی کردند و به گفتگو نشستند. اما شاه زمان همچنان غمگین بود. حتی وقتی انواع غذاها را می آوردند دست به چیزی نمی زد. چشمانش همیشه گویی به نقطه‌ای دور خیره می ماند. سرانجام شهریار گفت: به جان تو قسم که راز بزرگی در دلت پنهان است. اگر برادری آن را بگو، شاید مرهمی باشد. شاه زمان پس از اندکی تأمل همه چیز را گفت. از بازگشت ناگهانی، صحنه تلخ خیانت و اندوهی که رهایش نمی‌کرد. شهریار با شنیدن این سخنان در دل گفت: اگر در خاندان شاه زمان این گونه خیانتی رخ داده باشد،
شاید در خاندان من نیز اتفاقی مشابه افتاده است. اما باز هم باورش نمیشد. چند روز بعد هنگامی که شهریار برای شکار از قصر بیرون رفته بود، ناگهان میان راه چیزی در دلش گشت و تصمیم گرفت بیخبر بازگردد. با چند تن از نگهبانان قدیمی خود به سمت باغ خصوصی قصر رفت. همان جایی که هیچ کس جز ملکه و نزدیکترین خدمتکاران اجازه ورود نداشتند. وقتی نزدیک در باغ شد، صدای خنده و ساز و آواز شنید. با تعجب کنار ایستاد و مخفیانه نگریست. دربان باغ زنی پیر بود که در قصر را نیم گشود و به زنان دیگر اشاره کرد. در کمتر از لحظه‌ای ملکه وارد باغ شد و پس از او 20 کنیز و 10 غلام سیاه پوست. به محض ورود پرده های حیا کنار رفت. ملکه با غلام مخصوص خود خلوت کرد و دیگران هر کدام دنبال هوس‌های خود رفتند. شهریار آنچه دید نه تنها خیانت بلکه فروپاشی حرمت سلطنت بود. دستانش لرزید، دلش شکست و چیزی در وجودش مرد. بازگشت نزد شاه زمان و گفت: برادرم، حق با توست. هیچ زنی امانت دار نیست. شهریار از آن روز دگرگون شد. فرمان داد از امروز هر شب دختری با من ازدواج کند و بامداد چون خورشید برآید جانش ستانند تا دیگر هیچ زنی مجال خیانت نداشته باشد. وزیر هرچه گفت پادشاه نپذیرفت و چنین شد که هر روز دختری از خاندانهای شهر به کاخ آورده میشد و صبح فردا بیجان از آنجا بیرون میرفت. ترس و غم سراسر شهر را گرفت. در این میان دختر وزیر شهرزاد زنی دانا، آرام، سخنور و زیرک بود. کتاب‌های فراوان خوانده بود، از قصه‌های قدیمی تا حکمت‌های پنهان. دلش برای دختران شهر می‌سوخت. روزی نزد پدرش رفت و گفت: ای پدر، مرا نزد پادشاه ببر. اجازه بده تا من همسر شهریار شوم. وزیر از شنیدن این سخن رنگ از چهرش پرید. دخترم، مگر دیوانه شده ای؟ تو را فردا خواهند کشت. شهرزاد گفت: میدانم، اما شاید راه نجات در همین باشد. من چیزی میدانم که دیگران نمیدانند. وزیر ناچار فرمان برد، گرچه قلبش پر از اضطراب بود. شب عروسی فرا رسید. شهرزاد با آرامشی عجیب وارد کاخ شد. وقت خواب از پادشاه اجازه خواست تا خواهر کوچکش دینازاد نزد او بیاید و آخرین بار پیش از مرگ به رسم همیشگی قصه‌ای برایش بگوید. شهریار پذیرفت. دینازاد آمد و گفت: خواهرم، مثل همیشه پیش از خواب قصه‌ای برایم بگو. شهرزاد گفت: اگر پادشاه اجازه دهد. شهریار که کنجکاو شده بود گفت: بگو. شهرزاد قصه ای آغاز کرد با بیانی آرام و کلماتی که مانند نخی طلایی ذهن پادشاه را در خود گرفت. قصه را با دقت و زیبایی پیش برد، آنقدر که شهریار برای نخستین بار پس از مدتها از دلش اندکی غبار غم کنار رفت. اما هنگامی که قصه به بخش مهم و اوج رسید، شهرزاد ناگهان سکوت کرد. دینازاد گفت: خواهرم، ادامهش را بگو. شهرزاد آهی کشید و گفت: اگر زنده بمانم فردا شب برایت میگویم. شهریار که افسون قصه در جانش نشسته بود فوراً گفت: نه، او را نکشید. میخواهم ادامه داستان را بشنوم. و اینگونه سرنوشت 1000 دختر، 1000 قصه و 1000 شب رقم خورد.